رادیوی تاجیکستان گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز، حالا سلسله گفتارها را از روی کتاب سیمومین یتیموف معلم من که در آن مجموعی مقاله ها وابسته به فعالیت آموزگاری معلمان مکتب های میانه و عالی که مؤلف خدمت آنها را در تربیه و تشکل جهانبینی علمی، معرفتناکی و بیدار کردن حس دانش اندوزی نورسان و جوانان زمان فوق‌العاده ارزشمند می شمارد گرد آورده شده اند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر به سمعتان می رسانیم. گفتاری چهارم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به. بزرگترین ایجادکار تاریخ انسان است. محض او سازنده دنیای متمدن می باشد. اگر مسئله را به طرز عمده بررسی کنیم، حتی خود انسان تصورات را درباره قوه‌های فوق الطبیعت به وجود آورده، آن را جان و روح و تن بخشیده است. خود آدمی از نام این قوه‌ها انسان را با هر طریقه، با هر روایتی، با هر افسانه تولید کرده و تا حاضر خود پیوند آنها می باشد. این قبیل آدمان آماده‌اند همه روزه معنویات، مال و جان و هستی خود را نثار کنند. منزلت تاریخی و معاصر، دستاوردها، منفعت‌های ملی، بعضاً هستی ملت را زیر سؤال برند. آدمیزاد به شبهه جزء طبیعت، بزرگترین آفریده آن است. معینه انسان عالی‌ترین شکل متری هستی، نتیجه اولویسیون طبیعت، جمعیت و تفکر محصول تولید میلیون ساله هاست. جریانی از آدم ساختن انسان سازنده، حرکتی ابدی و به آخری جامعه بشری به سوی زندگی شایسته بود، هست، میماند. در این روند عائله، محیط معنوی، مکتب و معارف با یک عباره مناسبت‌های جمعیتی نقش مهم، سازنده، اساسی، معین کنندگی، حل کننده و قانونمندی دارند. وقتی سخن درباره کارگاه آفرینش انسان می رود، بدون شک فقط شخصیت‌های دانشمند، مسئول و صاحب اراده سببگار ساختن آدمان اصیل می گردند. تصورات درباره معلومات عالی هم از لحاظ معیارهای حقوقی و هم برخورد و انتظارهای عنعنوی نائل گشتن به درجه بلندی علم و معرفت زمانوی در ساحه معین می باشد. یعنی انسان با از خود کردن علم و تجربه در سمت انتخاب نموده از پیشاهنگان کسب خود اعتراف می شود. دانشگاه ها هم فقط زمان در جامعه صاحب اعتبار و مؤثر می گردند، شهرت پیدا می کنند اگر آنها در جریان مرکب تعلیم، استادان، عالمان فعالیتشان به عملیات پیوسته داشته باشند. با شمول چنین شخصیت ها مؤسسه علمی تعلیمی یک جزء آینده ساز، مهم و پرثمر مملکت می گردد. دانشگاه کولاب سالهای 70 با چنین استادان معروف بود. یکی از شخصیت‌های معتبر زمان معلم قیوم سنگوف به شمار می رفت. او از فن متدیک تعلیم زبان مادری درس می گفت. در درس‌ها قیوم سنگوف خاطررسان می کرد که دانش‌های انسانی خاصیت سیستموی زنجیری دارند. آدم نمی تواند همدان باشد، اما کسی که فقط خیمیا را می داند، او خیمیا را هم نمی داند. برای همین تاکید می نمود که متخصص می باید علم‌های منسوب به خویشیگری مربوط به کسبیتش را در درجه بلند داند.
ما در سالهای تحصیل به این اندیشه باور حاصل کردیم. معلمان ما که از زبانشناسی، نظریه ادبیات و از دیگر فنها درس می گفتند، نه تنها اختصاص خود و فنهای در علاقمندی قرار داشته با آنها را به نوعی احسن می دانستند، بلکه از نازکی های اتیمولوژیا، سمانتیکا، زبانشناسی مقایسوی، لکسیکولوژی زبانهای گروه‌های هند و اروپایی، تاریخ، اساسهای فلسفه، پسیخولوژیا و دیگر فنهای گومانیتری خوب بهره‌ور بودند. برای دلیلناکی سخن به این دانش‌ها تکیه می‌کردند. دلیل و مثال‌های موافق می‌آوردند. شاگردها را به ماهیت مسئله معتقد می‌گردانیدند. ما این صفت‌ها را در طرز، اصول، محتوای درس‌دهی و شخصیت معلم قیوم سنگوف خوب احساس می‌کردیم. از بس که اختصاص اساسی معلم سنگوف لغت شناسی یا که تفسیر نمودن، درک کردن و طرز و اصول فهماندن معنی، مفهوم و منطق کلمه، اصطلاح و عباره ها بود. او از متد و اصولهای اتیمولوژی، سمانتیکی، پلیسیمی، تاریخی، مقایسوی تاریخی، تیپولوژی فونتیکی و دیگرها خوب استفاده می‌کرد. این بود اقتباس دوست داشته او از عالمان انسیکلوپدیست. درباره گپ، سخن بحث کردن البته کار خردمندان نیست. ما باید به درک مفهوم، اصطلاح، کاتگوری‌ها و دیفینیسی‌ها برسیم. اگر میل بحث و معین کردن حقیقت و واقعیت را داشته باشیم. از نتیجه گیری این توصیه ما دانشجویان چنین خلاصه می برآوردیم: سخن نه در شکل خبر، اطلاع، آوازه غرضناک، بلکه هنگام فهما شدن محتوای آن که فقط در این اساس وزن حرف سودمند، دلیلناکی، ارزشمند، صفت مقایسوی، بیگزند، قلعه اندیشه زورمند می شود و ثابت می گردد. منزلت محاکموی و تصمیم گیری کسب می کند. چون که در این صورت حقیقت صرف نظر به فایده کی بودنش روشن می گردد تا سخنگو در انجمن خار نگردد، مسئول خجالت زده نماند. درس های معلم قیوم سنگوف یک نوع روند متشکل اداره شونده به نیت از خود کردن دانش‌ها، ملکه و کسبیت، انکشاف جهانبینی علمی، توانایی معنوی، کارکرد و تقویت بخشیدن افکار دانشجویی در سمت اندیشه مستقلانه سخنشناسی بودند. او جریان درس را مقصدناک و جالب می‌گذراند. شاگرد باور حاصل می‌کرد دانش‌هایی که استاد برای از خود کردن آنها زحمت می‌کشد نه تنها برای معلم زبان و ادبیات یاردم می‌کند، بلکه متخصصان ساحه‌های مهندسی، طبیبان، ریاضیدانان، عموماً مردم صاحب زبان به آنها نیازمندند. در کسب آنها نیز مهم و سودمند اسلوب خوبی از خود کردن واقعیت هستی می باشد. استاد درباره فاند لغوی و ترکیب لغوی زبان تاجیک سخن رانده تأکید می کرد که صاحب زبان در بین 10,000 کلمه باید مال خود را بشناسد، آن را از دیگران فرق کرده تواند. یکی از درس‌های خاطرمان معلم سنگوف بیشتر در یادم مانده است. آن 10 ساله‌ها برای ما همچون عادی‌ترین مثال به شمار می رود که خودمان موفقانه استفاده می کنیم. با افتخار به شاگردان می آموزیم. اگر لازم آید به دوستان و همکسبان هم می فهمانیم. گپ درباره شناخت اصولی کلمه‌های عربی در ترکیب و فاند لغوی زبان ادبی حاضره تاجیکی می رود. البته در این مورد سخن درباره کشورکشایی و به تعجب انداختن خواننده نیست. شاید در علاهیدگی آن را ما هم دانیم، اما معلم سنگوف با یک اصولی به خود خاص می فهماند که زیاد از 20% فاند لغوی زبان تاجیکی را کلمه های عربی تشکیل می کند. علامت های این کلمه ها زیادند، لیکن اصول معمولی و خیلی آسان شناخت آنها اساساً از 6 عنصر عبارت می باشد. یکم، کلمه هایی که علامت سکته عین دارند
عربی اساس هستند: معلوم، تعیین، فعال، معصوم، اشعار و غیره. دوم کلمه هایی که پریفیکس مو، ما، تا دارند: معلم، معامله، مکالمه، محاکمه، مکتب، منصب، منزل، طلبه، طالب و مانند اینها. سوم سوفیکس جمع‌بندی آت، یاد گرفتنی کلمه ها: جواهرات، عطریات، حفریات، کشفیات و غیره. چهارم شکل جمع‌بندی عربی گرفتنی کلمه ها: اخبار، انوار، اعضا، انواع، اشخاص و مانند اینها. پنجم با راه فلکس داخلی و بیرونی تغییر یافتن شکل کلمه ها: علم، عالم، علوم، معلم، تعلیم. خبر، اخبار، مخابره، مخبر. کتاب، کاتب، مکاتبه، مکتوب و غیره. ششم توسط اختصار کردن پریفیکس، سوفیکس و خط زدن صداناک ها معین کردن منصوبیت ریشگی کلمه: محاصره، HSR، حصار، منظور، NZR، نظر، منصوبیت، NSB، نصب، مفهومات، فهم، فهم و غیره. در زمانی که ما در دانشگاه کولاب تحصیل می‌کردیم، نامزد علم اقتصاد، زاده ناحیه روشان بدخشان، خوشوقتوف اقبال دولتویچ رکتر بود. البته در پیروی به این شخصیت که صداقتمندانه زحمت راهبری می‌کشید، برادران بدخشان تبار هم برای تحصیل به این بارگاه معرفت می‌آمدند. البته در پیروی به این شخصیت که صداقتمندانه زحمت راهبری می‌کشید، برادران بدخشان تبار هم برای تحصیل به این بارگاه معرفت می‌آمدند. از جمله آنان من 2 دانشجو را می‌شناختم. بعداً با امر تقدیر با دولتوف پنجشنبه واخوردم. با هم احساس رفاقت، دوستی و برادری پیدا کردیم. البته موضوع بیشتر صحبت ما پیش از همه در اطراف دوره دانشجویی، یاد دانشگاه و استادان بود. بار پنجشنبه سخن را درباره معلمان نامدار فاکولتت عزت‌الله تملیخویف و قیوم سنگوف آغاز کرد. درباره خاطرات نهایت قوی، دانش‌های واقعاً علمی معلم تملیخویف یادآور شده. دولتوف گفت: معلم تملیخویف استاد ناتکرار ساحه زبانشناسی تاجیک بود. به درس با طیاره نمونوی می آمد. هیچ وقت در دست کاغذ و دفتر نمی آورد. در چند گروه لکس خواند. می دانست که آخران بار در کدام درس، در کدام جمله نقطه گذاشته است و بدون اشتباه خوانش نوبتی را با یادآوری از همان جمله آغاز می کرد. معلم دقیق کار و پاکسریشت، خوش سخن و آزاده رفتار بود. همزمان گپش را دوام داده گفت: پنجشنبه، به یاد من بسیار خاطرها از معلم قیوم سنگوف مانده است. از تمام درس‌های ایشان لحظه ای را دریافت کردن مشکل بود که آن از دایره موضوع بیرون باشد. معلوم است که 2 قبیل آدمان نهایت هوشیار، زیرک، باریکبین و مشاهده کارند و برداشت خود را یک عمر در خاطرشان نگاه می دارند: شاگردان و زیردستان. برای همین معلمان و عموما نفرانی که حتی به یک کس حقوق راهنمایی و راهبری را دارند، می باید این مسئولیت را به تمام احساس کنند و رعایت نمایند. البته این سخن نو نیست. در ایجادیات خلق و ادبیات بدیعی هم در مورد ذکر گردیده صدها هزارها مثال هست. حتی ضرب المثل مشهوری به گفت مولا کن اما به کرده اش نه، از بازیگری و درویگی ابدی اجتماعی این طایفه شهادت می دهد. فراموش نباید کرد. حتی شاگردانی که حوصله از خود کردن درس‌های معمولی را ندارند و زیردستانی که در همین درجه انکشاف هستند، عادی‌ترین خطا یا افضلیت معلم و راهبر خود را مشاهده می کنند. سالها در خاطر نگاه می دارند.
در بسیار حالت طبیعت آدم را از لحاظ باطنی متناسب به آن شکل ظاهری و مطابق به آن کسبیت و درجه معرفت می آفرد. این خاصیت به شخصیت‌های بزرگ بیشتر موافق می افتد. معلم سنگوف قد و بست و چهره خاطرمان داشت. قامت میانه، چهره کشاد، چشم و ابروی سیاه، نگاه‌های جالب و مایل به درک میل آدمی و آمادگی دستگیری، آرام طبیعت، در انتخاب کلمه و عبارات سخن نهایت احتیاطکار. در حرکت‌ها هم از خود شتابکاری نشان نمی‌داد. او به طرز لباس پوشی خود توجه مخصوص می‌کرد. عادتاً شیم و کاستومی رسمی معلمی، سیاه یا خاکستر رنگ، کرته سفید، گردنبند و کفش موافق به سر و لباس می‌پوشید. در خیابان، در بیرون دانشگاه او را فقط در دست کتاب یا روزنامه دیدن ممکن بود. گویا یک زندگی از روی قاعده داشت. یکی از همکرسان ما واقعاً محقق ترجمه حال و روزگار معلمان بود. شوخی آمیز بعضی آنها را در گفتار و رفتار تقلید هم می‌کرد. آموزگاران علاهیده را پاییده می‌خواست درباره رفتار و خلق و اطوار آنان بیرون از درس هم معلومات داشته باشد. این همه اساساً از روی محبت و کنجکاوی شاگردانه بود. معلمان، استادان بزرگ به دانشجویان مثل معجزه می نمودند. همه ما می خواستیم درباره صحیفه های ناروشن زندگی نامه این نابغگان بسیارتر دانیم. یک روز همسبق زیرک ما هنگام صحبت درباره معلم سنگوف خبر آورد که استاد در خانه از پدرش میراث مانده در لب سنگام عمر به سر می برد. آن موضع در قسمت شرقی شهر در مسافه تقریباً 4-5 کیلومتر از دانشگاه دورتر جایگیر و خیلی خاکسارانه بوده است. اهل عائله سنگوف ها در جای زیست همچون عائله صاحب معرفت و کتاب دوست معرفی می گشتند. معلم سنگوف عادت داشته است که بغیر از شغل درسگویی، کار کافدره و مطالعه زیاد در کتابخانه هر هفته یک مرتبه روزهای جمعه به کینوتئاتر مرکزی شهر کولاب رفته یک فیلم نو را تماشا کند. این کار تا درجه معمولی بوده است که خزینه‌دار کینوتئاتر صرف نظر برای آن فیلم چقدر داوطلب باشد یا نه در قطار 14 کرسی 25 را به خاطر معلم سنگوف نگاه می داشته است. اما روزی نمی شده است که آموزگار خوش سلیقه و دقیق کار از ریجه هفته که برای معرفت یک شخص زیایی ضرور است دیر ماند. همین طریق حیات این مرد خرد، استاد صاحب مکتب، یک طرز زندگی دائمی به معیار درآورده شده را می‌ماند. و البته او معتقد بود که تنها توسط استفاده درست و مقصدناک وقت شخص به زینه کمالات می‌رسد. دائما در دست داشتن مواد مطالعه، مسیر حرکت، کارگاه، کتابخانه، مؤسسه فرهنگی یک نوع نشانه تشکل شخصی معلم و آگاهی روزمره او از علم و معرفت بود. معلم سنگوف به نطق خطی و شفاهی شاگردان توجه خاصه ظاهر می‌کرد. تأکید می‌نمود که یکی از شغل‌های مرکزی انسان گفتن و شنیدن است. اگر شعور نشانه یگانه و صفت معین کننده انسان باشد، آن پیش از همه توسط نطق افاده می‌یابد. باید کار را طرز براه ماند که سخن نه به طرز پراکنده، بدون پیدرهمی، بلکه با اندیشه، همچون محصول واقعی تفکر و نشان اصلی مواد عالی طبیعت معین باشد. تأکید می ساخت ضرور است که آموزگار نطق روان، زیبا، فهما، روشن و تأثیر بخش داشته همین صفتها را به شاگردان خود آموزد و از آنها این اولویتها را طلب کند. همزمان با دانشمندی و سختگیری معلم قیوم سنگوف نهایت شخص فروتن، زحمت قرین، خاکسار، نیک نهاد و پاک سرشت بود. از خود نمونه‌های عالی رفتارهای انسانی نشان می‌داد. استاد حقیقی آن است که شاگردان توانند نمونه از معرفت
و معنویات پاک و زمینی او برای نفع وطن در زندگی همروزه استفاده نمایند. چنین نمونه ها از حیات معلم سنگف هزارهاست. شنونده‌های عزیز، شما گفتار ادبی را از روی کتاب معلم من مؤلف سیمومین یتیموف در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر از سلسله گفتارهای خوانش بدیعی شنیدید.